اگر ناگهان به داخل رودخانه آمازون بیفتید، این اتفاقاتی است که برایتان رخ می‌دهد. همانطور که حدس زده اید، صدها گونه از پیرانه‌ها در این رودخانه زندگی می‌کنند که همیشه آماده حمله به مهمانان ناخوانده هستند. با این حال، این شکارچی‌ها تهدید اصلی محسوب نمی‌شوند. اگر تصادفاً از قایق به بیرون بیفتید، ممکن است با یک هیولای واقعی رودخانه مواجه شوید. ببر ماهی جالوت. این ماهی غول‌پیکر از نظر اندازه از پیرانه‌های معمولی بسیار بزرگتر است و آرواره‌های قدرتمند و دندان‌های تیزش حتی می‌توانند یک توپ بولینگ را گاز گرفته و خرد کنند. این ماهی‌ها حتی به کروکودیل‌ها هم حمله می‌کنند و وقتی یک کروکودیل این موجود را می‌بیند، با وحشت فرار می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست. رودخانه آمازون خانه مارماهی برقی است که می‌تواند ولتاژی بیش از 800 ولت تولید کند. همچنین تاسماهی‌های غول‌پیکری در آنجا هستند که طولشان تا 5 متر می‌رسد و قدرت و وزن آنها می‌تواند به راحتی یک قایق کوچک را واژگون کند. علاوه بر اینها، مارهای عظیمی به طول 15 متر در این رودخانه حضور دارند و من به شما نخواهم گفت که اگر با یکی از آنها روبرو شوید چه سرنوشتی در انتظارتان خواهد بود.